برای حل این تایل که چالش برانگیزترین تایل هست تو بتس فایل لزن، در ابتدا خصوصا اگر لوکه مورد نظر ما سوال 10 تو پاراگراف اول بود، قطعا باید پاراگراف رو کامل بخونی ببینید چی داره میگه، سپس من میام 8 تا تکسی که باید مرتبش بکنم و مشخص بکنم رو میخونم، نه اینکه ابتدا بیام 8 تا تکس رو بخونم. اینجا برعکس. آره، پس ابتدا پاراگراف اول رو میخونم، خصوصا زمانی که لوکه سوال ما تو پاراگراف اول باشه. 4 تا پارامتر و آپشن رو میبایستی در نظر بگیری. اولین پارامتر چیه؟ حالت گرامر اون فعل هست. فعل چه زمانیه؟ پرفکت یا فقیتومه یا فوتوراینس آینده است یا هر چیز. اینو باید مشخص کنی.